بله کاکا جاکان الرجال ترک تیم لای خود و پرسیارک وی جوره تایوت لباوت بش باشور و راد کردستان کوستانه استانه لإیلام کرماشان لرستان لور گریدن او سیاست که رژیم دایکر ایران لناو 40 سال ورین انجام میده سیاست تایوت بیل لسر او استانه لا که وتما بیا او بشل ولات ل بشل بانتر که استانیلتر هست بردن و وشیوک بتونه ل باوری یا وشیوک کرده ولترک او بشل جواب کردن بلام هلوستیک که نشان داریا هلوستیک جواسر بی او هلوستیک که یا او نارزاتی که گلان گل کرد ل استانیل نشانه داد شو دیته و چی شروع وکی پرسیار خوبی کردید براگان 40 سال کومال اسلامی یعنی تلاش خواهی کرد مداوم که بخوازیده بین شارع جوری ایلام و کرماشان و شارع بانتر کردستان دوری بخیر تفرقه بخیر و خاطرش هم حد اول انقلاب در سال 57 و ریلا دین که مسئله که دو زمان مردم شاید کمی ناآگاه تر و بین مسئله دین بود در مسئله دین استفاده کرد اختلافات فریه خست سالهای اولیه در کوتاه مدت که بیشیمن موفق بود شاید حالا یه شمگن مشاهده که یه جور براکشیه کرد مثلا وقتی احزاب کردی خواستن را آمانج خودان و مردم منتقلا بکن در مردم کرماشان یا ایلام استفاده کرد را سرکتیان که 2 ساله موفق بود اما حد چگه ورنوها هاتی من مردم ما هشارته بین مردم ما تیانستن تحصیلات داشتن تیانستن و اینترنت ورد یک ارتباط بگیرن ارتباط آمد دنیای نوین برقرار بی او رسین که تاریخچه خویان هیچ همخوانی و تاریخچه ایران نیده و هاو تاریخچه کردسته هیچ فرقی نیده و خاطر دو پلانه که شاید 10 سال اول تونست استفاده بکه دیاد و هیچ شاید ساله نیه تونست استفاده بکه آمده رفته که بین چالاکیل مدنی میتزیستی یا هر گونه شاعره نویسره برقرار بود باعث به خون برایتیانه خون یکوینیانه بجوشه و خاطر دینی منده سالای هر اتفاقی که مثلا در بخش کرماشان و طیبت ایلام میشم وقتی اتفاق رفراندوم کف یا رفراندوم کردستان باشور یا وقتی جنگ هشتی در کرکوک اتفاق خلق کرماشان و ایلام ماتن شقام فریه بشتاری کردن یا حتی در روجاوا شاید قبلا حتی خلق کرماشان و ایلام نزانستان مثلا هامیشلوچ هسته کوبانی مثلا خواهد چجی آیا واقعا کرد دیری سوریه ولی امروزه نه تنیا زانن بلکه حتی زانن در چه زاراوگن در چه بنمالگن یعنی آگاهن و کچیسی یه باعث بیه دور نوان الان در جنگ چند وقت پیش ترکیه عثمانی ورد روجاوا دیمن که رای یکم جار وقتی خلق ایلام هات نام شقام در پرچم کردستان استفاده کرد یا در نمادیل کردی استفاده کرد که یه خوی نشان ده حکومت ایران ده 40 ساله نتونسته و خواسته خوی برسه که یک جان یا دین قصیه دینی مثلا بشه شیعه ایلام و خاطر شیعه بیان در کرد جگا بکه و کرماشانی و خاطر یه سری فاکتوریلی که نیاز نیه در اشاره بکه من در بشه کردیل بانتر جگا بکه و که موفق نیست ما چی تو اشاره بکنم سالها پیش بودم هم در برنامه دمتاق کردم بودم روژه که برسه روژه خوی که برسه روژه که نیاز بود اون موقع کرماشان و ایلام و طیبت کرماشان ثابت کردی که پرچمدار جریانه کردیه هر جورش دیمنده چند روژه کرماشان پرچمدار جریانات بو یعنی حتی در او باقی شارع کردستان روشالات و بانتری صدمه وشتری دی مردم وشتری در دستان اما برخودان وشتری در خیاوان وستان حکومت در نظر ما نتونسته و آرمانه خواه خواسته برسه و آینده نزدیکیش هم اگر اتفاق گوره در بخش روشالات بکفه اگر اتفاقی جلو که 5-6 سال پیش در روجاوا شروع بیزاره مردم که استقام بگیرن بتونن راهوان یه سیستم درست بکن اگر همچین اتفاقی در بخش روشالات بکفه
شک ناشتون در ایلام و کرماشان و شروع و و خاطر ایلام و کرماشان دست نخورده ما بسیان یه سری جریانه لوان حالا نفوذ نکرد یعنی خواهیمان اشاره بکنیم ولی این بشه و دلایلی که بتم خدمتت هنوز مینیا بسیان و هیچ جگا در کردستان روژالات بلکه روژ کردستان گورا هم نیه. بله کاکا ژاکان اشاره کردید ئەوەی کە ڕژیم ناتەوان بێت لە پەیرەوکردنی سەستەگانێ ئایا یەکی لە هۆکارەکان ئەوە نەویە یعنی بشی من هۆکارێک ئەوە نەویە کە ڕژیم سەرکوتکاری فرەتل تایوەت لە کرماشان یانە وەڕێ بێ هەوشێکیشە لە ئامارەکانش خۆی ئەشارە کردێ پێ خۆدە کرماشان نزیک وە 50 کەس لە ناوی گیانی بەخت بێ و ئەنجامە تەقی هێزای ڕژیم ناتوانیم ئەشارە بکەینەوە ڕژیم لە ئەوەی کە نەتوانستە سیاستە خۆی پەیرەو بکەی ناڕاحەتەوە ئەسەبانیە دقیقا هوای خاطر است یه جوری دیگهش خواسته انتقام بگیری انتقام تمام اتفاقایی که ده چند ساله را ملت مظلوم کرد کفتگه که همیشه کرماشان یا ایلام پشتیوانی آن بینه او رسیه که هر کاری که نتونسته اشاره لجگا بکنه به وی خاطر یه جور حس انتقام داشته دیان که یه جور خالی خواهی کرده و صدمه فریه داره سرخرک ولی یه باعث نیا و ایما پاپ از بکشیمن چی تری وتم و اشاره بکرم مسئله یه ساعت که کرماشان در آینده نزی پرکمدار یعنی خیزش جدید در کرماشان رو اتفاق افید بله